اگه اسم میکنی تو زندگیت گیر کردی، انرژی نداری یا نمیتونی بری جلو، شاید وقتشه چند تا عادت کوچیک و ریزه میزه رو توی روتین روزانت بذاری و بهش اضافه کنی، بدون شعار، بدون اغراق و بدون بزرگنمایی. امروز اومدم براتون 5 تا عادت ساده و کوچیک رو آموزش بدم. تو زندگی بهم خیلی کمک کرد و قطعا تو زندگی شما هم کمکتون میکنه. سلام از سلیا، خوش اومدید به یه ویدیوی جدید. بدون معطلی بریم که ویدیو رو شروع کنیم. سحرخیزی، وای فرشاکس، دیگه تو چرا؟ دیگه حالم به هم میخوره از صبح پا شدم. خب یعنی چی؟ من وقتی اگه هیچی ندارم واسه انجام دادن چرا باید صبح زود پاشم؟ دلیلش چیه؟ خب تو اصلا چرا باید چیزی نداشته باشی برای انجام دادن؟ تو همین الان باید انرژی داشته باشی واسه فردات. صبح 8 پاشی، صبح 7 پاشی، بگی صبح 7 من این هدف رو باید تیک بزنم، باید انجامش بدم. خب چرا نباید اصلا نداشته باشی؟ نهایتش صبح 8 از خواب پا میشی. تو این ویدیو که بالا براتون میذارم بهتون گفتم همون برگه هدف گذاری و شوق گذاریه، اونو باید دانلود کرده باشی تا الان. صبح پا میشی، هدفاتو مینویسی و تک به تک میری اونا رو تیک میزنی. حالا فرشاکس فهمیدم، صبح از خواب پا میشم، هدفا رو مینویسم و میرم انجامشون میدم. ولی خب فرشاد چرا صبح؟ چرا مثلا ظهر اون هدفا رو ننویسم و انجامش ندم؟ چون سطح کورتیزولت صبح خیلی بالاست، یعنی به طور طبیعی باید عملا بالا باشه. سطح کورتیزول چیه؟ همون هورمون بیداری، همون هورمونی که باعث میشه بهتر تمرکز کنی، کاراتو بهتر انجام بدی و طبیعتاً اگه کورتیزول بالاتری داشته باشی تصمیمای بهتری هم میگیری. نوشتن اتفاقات روزانه. ببین این کار الان بهتون توضیح میدم، ولی اینو بدونید که شاید روزانه فقط 5 تا 10 دقیقه وقتتون رو بگیره، ولی همین 5 تا 10 دقیقه باعث میشه نسبت به کاراتون آگاه تر باشی، باعث میشه بدونید که اصلا چه کاری رو بهتر انجام میدید و چه تغییری توی کارا براتون نیازه. برای مثال با 8-9 شب کاراتو انجام دادی، دیگه تمومی دیگه. 9 شب کلا میای کنار واسه استراحت و آماده شدن واسه فردات. میگی من امروز 45 دقیقه کتاب خوندم. منی که الان توی این 45 دقیقه کتاب خوندم، به نظرت توی اون 45 دقیقه اگه چه کاریو انجام میدادم مثلا سطح کتاب خوندنم میرفت بالاتر؟ یا حتی اگه مثلا این تایمشو عوض کنم آیا میتونم 45 دقیقه رو بکنم 1 ساعت؟ همین کار باعث میشه آگاه تر باشی و وقتی فهمیدی نقشه جدید چیه واسه فردات اونو انجام میدی. یعنی تو برنامه‌ت میذار که مثلا فردا این کارو بکنم، به جا 45 دقیقه میتونم 1 ساعت کتاب بخونم. مدیتیشن فوق‌العاده است، فوق‌العاده. قبل از هر چیزی اینو بهتون بگم که قطعاً قراره یه ویدیوی کامل راجع به مدیتیشن واسهتون بسازم و کلاً راجع به چاکراها، نمیدونم چشم سوم و اینجور چیزا، ولی واقعیتش فعلا آماده نیستم. خودم تقریبا میشه گفت دانش آموزم تو این هیته و چیز زیادی نمیدونم. همون ابتدایی ها رو میدونم که اونم شک دارم خودم اینطوری بگم. اما اینو بهتون قول میدم حتی اگه 1 سال، 2 سال، 3 سال، 10 سالم طول بکشه یه ویدیو راجع به مدیتیشن میسازم بعد اینکه حداقل این چیزا رو فهمیدم. حالا چرا گفتم مدیتیشن؟ من که ابتداییم تو این کار، آره، ولی اومدم همون ابتدایی ترین چیز رو بهتون آموزش بدم. فوق‌العاده است، حتی یه بچه 10 ساله هم میتونه انجامش بده و تأثیرش رو قطعا توی زندگیت میبینی. میشینی یه جای ساکت، مخصوصا اگه صبحا یه مثلا 8 صبح پا شدی و میخوای بری سراغ کارات، میشینی یه جا، کمر صاف، دستاتو اینطوری نگه میداری، چشماتو میبندی، سعی میکنی کلا به هیچ چیز فکر نکنی در حد 10 دقیقه، در حد 6-7 دقیقه، اصلا در حد 5 دقیقه. تو با 5 دقیقه شروع کن هر روز. ببین هفته اول قراره کلا سختی بکشی، یعنی مغزت بهت بگه آجی نمیتونم به چیزی فکر نکنم، باید یه چیزی باشه. اصلا اینطوری مدیتیشن میکنی
بعد میبینید که تو ذهنت مثلا داری به خودت فکر میکنی، بعد میگی آره دیگه من فکر کردم و نتونستم انجامش بدم، ولی تو ادامه میدی، انگار مثلا نشسته میخوای بخوابی. این آسون ترین توضیح بود که میتونستم بهتون بدم. مطمئن باشید که تاثیرشو میبینید. نگفتم به موبایل تا 1 ساعت بعد از اینکه صبح پا شدی. یادت توی شماره 3 راجع به کورتیزول صحبت کردم؟ همون دیگه، این لامصب خودش قاتل کورتیزوله. تو وقتی صبح از خواب پا میشی و این لامصب رو دستت میگیری، کلا کورتیزول تو به چخ میدی، باعث میشه دیگه تمرکز نداشته باشی. میری اکسپلور 3-4 تا ویدیو میبینی از موضوعهای مختلف، یکیش از کوهستانه، یکیش از شورته، نمیدونم یکیش از باربیه. همین باعث میشه دیگه تمرکز نداشته باشی. بعد نه تنها اون ساعتهای ابتدایی روزه، بلکه کل روزت دیگه تمرکز نداری. و لطفاً کاری نکن که کل روزت به خاطر اون 1 ساعت فدا بشه. و شماره 5 که یه بارم اینو بهتون گفته بودم ولی اونقدر مهمه که از اول باید بگم: تعیین هدفهای روزانت و اولویت بندیشون. آقا اون لامصب برگه هدف گذاری رو که واسهتون نوشتم و توی چنل تلگرامم هست، میتونید برید دانلود کنید، حتما دانلودش کنید آقا، اون مهمه. ببین اگه اون هدفاتو بنویسی و اولویت بندیش کنی، نه تنها تو زمان صرفه جویی کردی، باعث میشه آرامش هم داشته باشی، چون میدونی که اون روز قراره چه کارایی انجام بدی، قراره وقت تو واسه چی صرف کنی. و داشتن ذهن آروم زمان انجام کارات، مطمئن باش که یکی از بهترین سلاحاته. حالا اینم بهتون بگم که لزومی نداره همشو تو یه روز انجام بدی، باید بهش عادت کنی. پس بهتره که همشو تک تک انجام بدی، اگه البته نتونستی همشو با هم انجام بدی و مثلا یکیشو 1 هفته انجام بدی، بدنت بهش عادت کنه و بری سراغ بعدی. و مطمئن باش بهت قول میدم که تاثیرشو ببینی. حالا بهم بنویس اگه قراره که شروع کنی و تک به تک شروع کنی، کدومشو قراره اول از همه انجام بدی؟ کامنت ها منتظرتم. اصل یادتون باشه که فقط خودتون میتونید به خودتون کمک کنید، نه کس دیگه. مرسی که تماشا کردید. تا ویدیوهای بعدی، بای.